هواداری رادیو آزادی شالو گلخوج هستم. ساعتی 10 با وقت پراگا با سرخط خبرهای روز در خدمت شما انیقترش در روبرویتون در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب و تشکر میگم که ما رو منتظر بودید تا اینکه بعد از 3 ساعت دیگری پخش نوید بامدادی سرخط خبرهای روز رو از ما شنوید و فراموش نکنید ملاقات بعدی ما ساعت 1 با وقت پراگا صورت میگیرد و در همین جا در آزادی ویدیو کانال ما طوری هم گفتم در یوتیوب. فوجیه در بالجوان یک صدمه مرگباری ماشین اورال در روز گذشته رشته حیاتی 6 نفر رو برکنده 8 کسی دیگر رو مجروح نمود. ساکنان جماعتی سری خسور که شاهد این صدمه بودند گفتند راننده پیش از برآمدن به بلندی از مسافران دعوت کرده است که از ماشین پایین شوند تا حادثه رخ ندهد و به گفته شاهدان هرچند قسمی از مسافران پایین شدند اما ماشین ضمن بالا شدن قوت نکرد و قفا گشته چپه شده است. در برنامه خبری شما امکان دارید عکس و نوار را از جای حادثه ببینید و باید یادآور شد که این دومین صدمه پرقربانی در تاجیکستان دوام 4 ماه اخیر است. از این قبل روز 29 ینور بر اثر صدمه اتومبیلی در حدود ناحیه دروز 9 نفر جان خود را از دست دادند. اکثر قربانیان این حادثه زنان و کودکان بودند. ماشین ساکنان دهه کرگ‌آبادی دروز به دریای 5 سرازیر شد و همه سرنشینان آن به جز از راننده جان باختند. آزاد شدن برایم ناگهانی بود. جلال‌الدین محمودов عضو سابق ریاست عالی حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و نماینده پیشین این حزب در کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان چند روز پیش از زندان آزاد گردید. او در یک صحبت اختصاصی با همکاران ما گفت که همگی 10 دقیقه قبل از آزاد شدنش برای او خبری رهایی و عفو شدنش را رساندند. جلال‌الدین محمودov روز 10 فوریه سال 2015 از سوی ماموران امنیتی به اتهام غیر قانونی نگاه داشتن سلاح دستگیر و به 5 سال زندان محکوم گردید. این بازداشت در حال صورت گرفته بود که او با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امالی رحمان از طرف هنیت عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تعیین شده بود و اگر بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری رو تماشا کنید پس می توانید صحبتی او را در برنامه خبری مفصل ببینید. هواشناسان در تاجیکستان از مردم خواستند تا 2 روز آینده احتیاطکار باشند زیرا هوا در کشور تغییر می‌یابد و ممکن است در پی بارانگری سطح آب رودخانه‌ها بلند شده سیل فرایی رخ دهد. مقامات حالت‌های فوق‌العاده و راه و نقلیات میگویند به حادثه‌های طبیعی آماده هستند و نوباداری شبانه روزی تعیین کردند. اما یک باران پرشدت نیم ساعته شام 5 اپریل در دوشنبه نشان داد که حتی پایتخت تاجیکستان به طور باید و شاید به حادثه‌های طبیعی نظیر بارانگری‌های شدید آماده نیست و با گذشت 3 روز از باران آبخیزی در دوشنبه اداره‌های کمونالی عاقبت‌های این فلاکت را رفع می‌کنند. در همین حال ساکنان میگویند در نتیجه باریدن باران به کمیش 1 ساعت راه‌های اساسی پایتخت زیر آب بودند و مسئولین نتوانستند سری وقت با این آفت مقابله کنند. چرا در برنامه خبری در یک گزارش تحلیل خواهیم کرد. همین گونه در مناطق دیگری تاجیکستان ساکنان از پیامد بدی آبخیزی و سیل نگرانند. از جمله ساکنان دهه در ناحیه ووسه میگویند 10 گکتار زمین‌های پخته و دهقانی آنها زیر آب مانده و اکنون خطر به منزل‌های مردم تهدید می‌نماید. در این موضوع نیز ما با استفاده از نوار کاربران آزادی ویدیو صحبت خواهیم کرد. نهال‌ها خاطرات را زنده نگه خواهند داشت. باغبان در ولایت ختلون به یاد 4 سیاح کشته شده نهال‌ها را به همان ترتیب شنونده است که قبل از فاجعه آنها سر دسترخوانش نشسته بودند. ماه ایول سال گذشته گروه از جوانان به 6 نفر از سیاحان خارجی در ناحیه دنقره حمله کرده 4 نفر آنها را کشتند و به 2 تن دیگر آسیب رساندند. چند ساعت پیش از مرگ این سیاحان با باغبان تاجیکی صحبت داشتند و این باغبان میگوید با شنوندن نهال با یاد سیاحان کشته شده میخواهد خاطرات آنها را اکنون پاس دارد. و بینندگان عزیز ما چند خبر دیگر هم داریم که در برنامه خبری حتما برای شما خواهیم گفت. بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر در آزادی ویدیو ما رو تماشا کنید در پخش مستقیم و همین گونه در www.azadi.org وبسایت رسمی ما این برنامه در پخش مستقیم دسترس خواهد بود و با سپاس از یکایک شما برای همکاری کاربران عزیزی رادیو آزادی که پیوسته در اختیار ما عکس و نوار و خبرها را از جای
ҳодиса мегузоред. мо ба ҳар яки шумо сипос мегузорем ва дар оянда низ мунтазири ҳамкориҳои аз ин бештар бо шумо ҳастем ва мутмаин бошед ки ҳар наворе ки барои мо мефиристед мо ҳатман онро пайгирӣ хоҳем кард ва бо шумо тамос мегирем. ман ҳамаи шуморо баъди 3 соати дигар тавриям гуфтам мунтазир мебошам. то он вақт худо шуморо нигаҳ дорад.